از اقیانوس پرسیدند: از تو پرتلاطم‌تر چیست؟ گفت: دلی مادر. از آفتاب پرسیدند: از تو گرمتر چیست؟ گفت: قلب مادر. از کوه پرسیدند: از تو سخت‌تر و استوارتر چیست؟ گفت: جسم و متانت مادر. از چشمه پرسیدند: از تو صاف و پاکتر چیست؟ گفت: مهر مادر. خدایا، از تو بخشنده تر باز کی بوده میتواند؟ ندا آمد: مادر. مادر کیست؟ مادر زندگی بخشی توست. مادر راست شنوی توست. مادر غمبراری توست. مادر غمگساری توست. مادر خودگذری توست. مادر دوستی دائمی توست. در حقیقت مادر همان است که هرگاه از کوچه به خانه می آیی سراغ او می کنی و می گویی: مادرم کجاست؟ مادر همان است که هیچگاه به تو خوراکی سردگشته و یا نانی سخت نمی آرد. مادر همان است که بهرت پنهانی اشک می ریزد. مادر همان است که اگر تمام دنیا از تو روی گرداند، او از تو روی نمی تابد. مادر همان است که ناز و نوزت را می بردارد. مادر همان است که بهرت خانه اش خانه امید است. مادر همان است که خود نخورد تو را خوراند، خود نپوشید تو را پوشاند، خود نخوابید تو را خواباند، خود نخواند و تو را خواند. از این رو مادران را دوست دارید، حرمتشان به جا گذارید، زیرا از شما برای مادر تنها یک دوستداری می رود. در زندگیش قدر کنید. برای او مالی شما لازم نیست، نترسید. برای او عافیت جان شما، سلامتی و خوشی شما لازم است. دستان مادر خود را بگیرید، اقلاً یک مرتبه بگویید: مادر جان، شما جان من هستید. من شما را خیلی دوست می دارم. دستانش را ببوسید و به دیدگان خود بمالید. زنده باشند مادر جان های عزیز. عیدتان مبارک باشد.